سکندر صاحب مصروف چی هستین در لندن؟ والا ما خب فعلا یک رستوران جور کردیم. ها. خود لندن یک رستوران جور کردیم، تقریبا 100 نفر جای است. گفتیم بیاد پالوی سینما یک کار دیگه هم باید بکنیم. چقدر جای افتخار است که ما بریم رستوران اسد سکندر صاحب خدا اونجا از نزدیک ببینیم، بیشینیم امرایش، یگان قطع عکس هم بگیریم. یک چیزی که من یک وقت آرزو داشتم، میگفتم فیلم بولت که دیده بودم، میگفتم که اگر فرصت مساعد شو با اسد سکندر صاحب من یک قطع عکس بگیرم. و ما خوشبختانه حالا بهترین رفیقا هستیم. آمد باشیم ایمان صاحب، از نظرت امنیتی که داریم، همین شخصیت یک آدم خودش که صحبت میکنه گپ میزنه معلوم میشه که نمی به کدام سطح است. نیتش چی است، فکرش چی است، وطن دوستی چی است، وطن پرستی چی است، چطور یک هموطن خود دوست داره. خیلی مشتاق هستیم که یک فیلم با هم یا یک سریال مشترک هم داشته باشیم. خدا بزرگ است، اما فاصله ها دور است. به هر صورت از همه چیز که همین رستوران بولانی پیدا میشه. دا بولانی خوب تازه مردم نه با بولانی خوردن یا من نمیشه. من خاطره شیرین از اسد سکندر صاحب دارم. زمانی که من فیلم حسن ساختم، سکندر صاحب لطف کرد، بزرگی کرد، فهمید که فیلم ما تمام کرده. گفت ایمان کجاستی؟ گفتم خانه هستم. گفت اوکی مهمانم هستی، کتی یارا و دوستای. گفتم بچشم. ما رفتیم در یک شیریخ پزی، ما را مهمان کرد و چه شیریخ های مزدار وطنی که عواته همونجا شیشتیم و سکندر صاحب ما را مهمان کرده و بیاده. یک وقتی که کسی که ایمان مشتاق کسی بود کمرایش عکس بگیره، یک دیدار کنه و سکندر صاحب بزرگی کرده، ایمان میمان کرده. این بزرگیش است. و ما رفتم در رستوران و وقتی که شیریخ خوردیم دیدیم که یک بسته بسیار مقبول قشنگ جور کرده از اروپا آورده، عطر چیزای فیشنی. گفت ایمان فیلم تبریک باشه اصلا و این توفه ها را به خاطر فیلم آوردیم. در آغوش خود مرا کشید که هیچگاه فراموش نمیکنم. بعد از او وقتی که فیلم خلاص شد از هند، ما اسد سکندر صاحب دعوت کردم ویژه اسپیشال لخانه و فیلم حسن ما با هم یک جا دیدیم. سکندر صاحب به خاطر حمایت و چی نان مازدار پخته کرده بودی ایمان جان؟ امیتاب بچن چرا جاویدان است؟ به خاطر که با 4 نسل بازی کرده و اجتماعی بوده و نگه داشته، جوانان را تشویق بده، حمایت کرده. اسد سکندر هم از امو کاکه هاست و ما جا دار از شاهین صاحبم تشکر بکنم. ما دفترش می رفتیم و شاهین صاحبم اینمی بزرگی را داشت، همیشه جوانان را در آغوش می گرفت، تشویق می کرد، حمایت می کرد. با بالیوود کنکشن ها هست هنوز؟ بله کنکشن ها دارم. منتها یک تغییری که از ما آمد که از ما خو اصل جای ما در بلغاریا بود. حالا فعلا که لندن هستیم، پس میخوایم اینمی کرونا بسیار یک خرابی کلان آورده میکنه. ما قراردادهای که بالیوود داشتم که اکثر جا بلغاریا آمد، یک امو کرونای به نام دلتا برآمد نه. باز کشور بلغاریا تمام ویزای را کنسل کرد. اونمو یک چیز بسیار خراب واقع شد که نشب و پروگرام هایی که داشتن که بیان فیلم برداری کنن اونمو به تعویق افتاد. دیگه پس کوشش میکنیم که تماس هست، کوشش میکنیم که پس چطور بتونیم جور بکنیم همون فیلم ها را از سر امرای ازوار. سکندر صاحب با کدام بازیگرای بالیوود خودت همکاری داشتی در قسمت اکشن دایرکتر فیلم ها؟ ما کت سنی دیول فیلمش به نام قافله، کت ارباز خان گادفادر، وینود کنه. 2016 شاروخ خان بلغاری آمد، تمام تیم ما امی تمام اکشن های زیر جور کرد. یعنی تمام اکشن سکندر صاحب از شاروخ خان کدام فیلمش بود؟ دلواله. با سونیل شیتی هم ارتباطاتت بود؟ سونیل شیتی خب ما در یک کورس بودیم، در یک جای درس میخوانیم در چی؟ در بامبایی در یک مکتب بودیم. و یک عکس دیگه هم ما دیده بودم از خودت با جان کلود واندم، اگر من اشتباه نکنم سکندر صاحب. او سفرتان با جان کلود واندم، من انشالله که اشتباه نکردم، من یک عکس همراه جان کلود واندم هم دیده بودم. جان کلود واندم تقریبا بیشتر از 8-9 فیلم در بلغاریا پر کرد. اکشن دایرکتر ما نبودم، اما کوردینیت میکردیم، اینمی اکشن هایش جور میکردیم که چطور کیک بزن، چطور لقب بزنیم. تیم ما بسته اینمی ها ما یک
متشکر، سلامت باشید. ما یک تیم داشتم که تیم ما برای خودت معلوم است، خودم تکواندو کردیم. ما یک تیم داشتم و اکشن ها را ما بسیار علاقه داشتیم و ژان کلود وان دام تقریبا 6-7 فیلم همو هارد تارگت یک فیلم که از که کیک میزنه اونمو را بسته می تیم ما برش ارگانایز کرد که باز او یک چاینیز بود، او را دایرکت کرد اون فیلم. بولت وقتی که خودت ساختی، لغتایی که وقت میزدی، نفرایی که دور میخوره از چون خودت میفهمی که من خیلی فیلم میدونم، او وقتا در بالیوود گپا خیلی نو بود. کسی رقم اکشنا را در وقتی که تو بولت ساختی این فیلم های هندی این رقم اکشنا نداشت، اگر من اشتباه نکنم. ایمانجار نازنین 2005 شما برین ببینین یک فیلم بالیوود برابر از یک اکشن نداشت. بعد از اینکه من یک اکشن جور کردم در سینمای هند یک انقلاب شد، گفت یک افغان آمده از افغانستان سعی چی اکشن جور کرده. تمام اکشن دایرکترهای بازمو بود که من چند آفر گرفتم، مثلا دیوالی یاره که من جور کردم بعد از فیلم بولت ما بود، به خاطر که فیلم بولت اکشنش واقعا یک اکشنک ساده نبود. ما خود سونیل شتی را میگفتم اون وقتا که سونیل بیا که اکشن جور کنیم، یک خندگه خورم میکرد، میگفت یعنی یک اکشن دایرکتر ها داریم یادم بولت که دید بعد از او گفت که نه، گفت صحیح است، گفت تصدیق کردم، گفت که میتونی استعداد داری.